این آهنگو تقدیم میکنم تمام کسایی که غیر از خدا و خاطرهای تلخ هیچی ندارن. تبعید میکنم اسمشو، میخوام تعریف بکنم قصهشو، میخوام بگم درد داره از این و اون، چرا باید خم بشه جلو این و اون. فقط تشنه این بود روز خوش ببینه، چرا غیر از بدی باید چیز دیگه نبینه. دست به جیب اما پولی نداره، بغلی و نگاه خوشحال پول داره. اینا رو نگفتم که تحقیر بشی، اینا رو میگم تا که بدتر نشی. گوش کن نرو تو باهاش باش، نگو نمیتونی برو واقعا باش. مشق صفش امشب دواله، نمیخوام برسه به جای دو راهه. کسی رو نداره خدا رو که داره، تو نه ولی هنوز یکی مثل خودش بیداره. تا آخرش نمیتونه تک بمونه، من رو داره توی کوچه خیابونا میبینه. یه مش لاشخور این ور و اون برش، یه حس میگه خدا یعنی اینه آخرش. راه که میره تنش میلرزه، قسمت اینه دیگه بهش بد کرده. بیاین با هم دست بدیم به دستش، از نگرانی درش شاریم به رسمش. توی دنیا یکی داره یکی نداره، یکی خوابه اونی که نداره بیداره. الان اش جمع شده توی چشاش، دردشو به کی بگه غیر از خداش. همش فکر میکنی که تو پشتشی، آخه چطور میتونی انقدر پس باشی؟ تو که محبت رو دیدی نگاه چقدر خوشی، آخه شماها رو دیدن کردن خودکشی. اگه الان دستش سرده فقط به خاطر اینه که مرده. فقط یه وعده داده به وقتش، اینجوری میتونه برسه به عهدش. خاطراتت مال دوران دفتری، مثل یه خودکاری که هنو دم دست داری. ماره منویسی از همه نفرت داری، ولی اشتباه نکن چون تو غفلت داری. فکرم ذهنم همش خطوره، از ترسی که دارم برم تو شیشه. این بود قصه یه فرد تیره، مرگ براش زوده هنوز نباید بمیره. خب چی میشد؟ چی میشد نصف این بدبختی ها؟ مال اونایی بودن که تو این دنیا تو این راه های پیچ و خم هیچ صدمه ای ندیدن. علی عرفان